سلام دوستان عزیز، شام همت بخیر و شادی باشه. خواستم که یک بار دهه که ما کلان شدم در همینجا بازی میکردیم تا نماز شام اتامون میومد همینجا زده میبرد. این همی جرادم و کلان شده مینه تا همه حوزه موهیه همه به شما یک تا نشون میدم. همینجا دهه سنگتوده ناحیه دنگره جایی که ما به دنیا اومدم و مقصد تا صنف ششم در همینجا کشم و کش کرده کلان شدگی جای کودکی ما شما نشون میدم. اینجا گسی سنتوده مثلا از کار نکردیست. دهایم خورد است من همچون جهان دارم عزیز. آنی تشکمره بچه ها، اینجا تشکمره ما شما در بناور گرفتگی هم این تشکمره. این قشتاقی که شما دیدین گلستان نام داره. گلستان اینجا پایان تشکمره. این سه چهار کمران تشکمر میگن. انا اون بالا بچه ها خیز میکنن پایان درنی آب. اینی بحری گیسی سنتوده دوه مقصدی هم خدمتوی به هر چقره. اینی که جتیم اینی که اینی بالاش برسق نام داره. اینی بلندیش مومای شیر بی بی. مومای شیر بی بی اینی که مومی شیر بی بی های برادران. اینی سیمایی که شما میبینید این استالبا ویسکوال نمیگن همو. خب اینه برادرای عزیز این بیگه همو یک جویا تماشا کردیم. اینه نه بچه میان اینجا چق میکنن صحبت میکنن. اون طرف ده مقصد همو چی بگیم جای پارو مسور پارو چیزایی که همی شکستنی بار و هم خیلی های پاروی خیلی زبخ میکردگی نیست. پاروی که مقصد مسوروی هستن که یا زبخ ندارن. همی چیزایی که میشکنن چیزایی که آهنایی که در کار نیست همینجا میرن میپرتن پایین قشلاق مونده. مقصد زبخ نداره یکم چی نداره خوبه. این طرف قشلاق طرف قشلاقه این که سرسرک ده افتاب پریده است. اینه که سرسرک ما ایران تارش برامده شما رو بنامار گرفتگی می که سرسرک پشت همی که سبیستان می شود. ای سبیستان اوسو مای می شود نورک مقصد همی خیر. این قشلاقه که من بوی چپاتی داره شیرینی شیرینی توتی داره. اینه برادران نه اینه بین او نگاه کنید بچه ها یک جزیره که دیدین استروف میگن که بین او داره دیستین برادران این استروف اینه همینطور کمیره مینم خیلی های وایمه میکنن این توتا اینه بین او داره. ولی نصیب باشه روزای نزدیک ما همجده سیونکا داریم. بعد سیونکا رو تماشا میکنیم انشالله میبینیم. باقی تنسات خانواباد باشد در که جای باشد نباشد خداوند یارو مددگارتون زنده باشد. و در آخر من شرکت موحدین برای کلی غریبات توصیه میتونم. شرکت موحدین این رقمش زنگ بزنید برای گذشتن گرانیتسا برادرها. زنده باشد. این دهه سنتوده و قریبی با مقصد صحنه های تربیتی نو میبروید تماشا کنید و حلاوت ببرید. زنده باشید.